سلام دوستان، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید. یه ویدیو خفن آماده کردم، چیزی نمیگم، ببینید لذت ببرید. سلام به همه دوستای گلم. خیلی به چنل خودتون خوش اومدین. تو ویدیوی امروز قراره که بریم و بپردازیم به سانسوری‌های سریال افسانه جومونگ و همونطور که میدونید من این مجموعه رو قبلا براتون قرار دادم، یعنی پارسال، ولی خب اون موقع زیاد دستم توی ادیت چیره نبود و زیاد مورد پسند خیلی واقع نشد. یعنی ای میگفتن چرا ای خودت میپری وسط ویدیو، چرا این صورت زیباتایی به ما نشون میدی، خلاصه نمیذاری صحنه‌ها رو کامل ببینیم. تصمیم گرفتم یه مجموعه خیلی جدید ازش درست کنم که ایشالا مورد پسند همه قرار بگیره. بدون معطلی همین الان ویدیو لایک کنین تا بریم سراغ سکانس اول. بچه‌ها فقط قبلش این نکته بهتون بگم که قرار کلا دیدتون به جومونگ عوض بشه و اون شخصیت علیه السلامی که فکر میکنید نیست. بذاریم بریم سراغ قسمت 2 سریال، جایی که ژنرال هموسو و یوها دارن با هم دیگه قدم میزنن و صحبت میکنن. بانو یوها به هموسو میگه که آره سرنوشتمو دوست دارم باتون تقسیم کنم و خلاصه بانو یوها یه سری حرفای احساسی میزنه و هموسو هم همینجوری بر نگاش میکنه. تو دلش میگه بغلش کنم نکنم چیکار کنم. بعد خیلی سریع و یهویی بدون اینکه یوها اصلا واکنشی نشون بده میپره بغلش میکنه. یوها رو بغل میکنه. یوها هم حسابی خوشش میاد، یه جوری که دستشو پشت کمرش گره میکنه و کلی عشق ازش دریافت میکنه. بعد یکم دور میره اونورتر گوموها رو میبینیم. گوموها هم وایساده داره این دوتا کبوتر عاشق رو نگاه میکنه و اصلا نسوخته، اصلا هم حسودیش نشده کاملا و آره اصلا حسودیش نشده. بریم جلوتر میبینیم که شاهزاده گوموها رفته پیش یومیولو. بهش میگه که البته اینجا کلا حذف شده بود این سکانس، بهش میگه که یومیول تو تنها کسی هستی که من توی این قصر بزرگ بهش اعتماد دارم. یومیول هم به خدمتکارش دستور میده که یکم شراب براشون بیارن. خلاصه امپراتور شروع میکنه به خوردن که تا خرخره میخوره. بعد یومیول بهش میگه بابا چه خبره، بس کن دیگه، تگری میزنی. و گوموها هم بهش میگه که یومیول گوش کن، دیگه لازم نیست نگران ازدواج من و یوها باشی، چون که فکر کنم نمیتونم قلبمون دوشیزه رو به دست بیارم. اون به یکی دیگه علاقه داره، اون به هموسو علاقه داره و اگه کسی جز هموسو توی قلبمون بود من حاضر بودم با اون بجنگم، ولی الان حاضرم همه چیزمو بدم تا اون دوتا گوگلی مگولی خوشبخت بشن. بعدم یه خنده تلخ میزنه و دوباره شروع میکنه به پر کردن پیک و پشت سر هم میخوره و اصلا هم از فشار این کارو نمیکنه، اصلا فشار نخورده. میریم یکم جلوتر، بازم بانو یوها و هموسو هن که اینجا هموسو دیگه دلو میزنه به دریا، میاد دستشو میگیره حلقه میکنه تو دست. بعد میگه نترس، این یه حلقه است برای ازدواج، سرنوشت تو بده به من سرنوشتمو میدم به تو. خلاصه دوباره این احساسی میشه، برعکس قیافش که خیلی خشن و جدیه، خیلی مرد احساسی و دوباره میپره یوها رو بغل میکنه. این دفعه دیگه خیلی احساسی تر از قبل و حسابی فشارش میده میچلو ندش و متاسفانه این آخرین بغلیه که با اون انجام میده فکر کنم. خلاصه میریم جلو، میبینیم آقا جومونگ حسابی بزرگ شده، قد کشیده، مرد شده، اما اون جومونگی که ما میشناسیم نیست. جومونگ اینجا علاوه بر اینکه دست و پا چلفتی و خیلی خنگه، یه آدم دخترباز، زنباز و مشروب خوره، یه جوری که اصلا معروفه به این چیزا. حالا این جومونگ یه نظر خیلی ناجور و خیلی سویی داشته روی یکی از خدمتکارای بانو یومیول، یعنی بویونگ. جومونگ میره پای سر بویونگ را میره و یو میگیرتش، میگه کجا میری شیطون؟ بویونگ هم میگه آلی جناب. بعد جومونگ دست میکشه رو صورتش، میگه چقدر لاغر شدی، جای تعجبی هم نیست، شما یه سال رفتین جنگ. بویونگ هم میگه آلی جناب لطفا بذارید من برم، تو رو خدا بذارین برم. بعد جومونگ میگه یعنی از دیدن من خوشحال نشدی؟ من این همه رو از بویو اومدم اینجا که تو رو ببینم. بعد جومونگ هم میپره بغلش میکنه، اونم زوری. بعد بویونگ هم میگه آلی جناب تو رو خدا این کارو نکن، لطفا ما این کار نکنین. جومونگ هم اصلا توجهی نمیکنه، بغلش کرده و ولش نمیکنه تا اینکه صدای شیپور به صدا در میاد و بویونگ اینجا راحت میشه. حتی جلوترش هم وقتی که جنگ تموم میشه و به بویو برمیگرده میبینیم که جومونگ رفته به جای اینکه برای جشن آماده بشه رفته پیش دخترای قصر بانو یومیول. اون دختر بدبختم هموم
کردن که برای جشن آماده بشن و لباس داشتن عوض میکردن. جومونگ هم از لای در ناقلا نشسته داره دونه دونه دیدشو میزنه و دوباره زوم کرده رو بویونگ. جلوترش هم میبینیم که بویونگ بدبخت داره میره یکم کارا رو انجام بده. جومونگ دوباره میپره جلوش میگه کجا ناقلا کجا؟ بویونگ هم میگه شاهزاده تو رو خدا بذارید من برم، من کلی کار دارم. جومونگ هم که حسابی مسته میگه نترس تا مراسم کلی وقته، بیا بریم که کارت دارم. بویونگ هم میگه نه اگه بانوی اعظم بفهمه منو به فنا میده، زندگیم نابود میشه. جومونگ هم میگه اشکال نداره، نیاز نیست توی این قصر پیشگویی حس زنانگیتو فراموش کنی. تا کی میخوای احساساتتو نسبت به من بروز ندی؟ همین الانم تو میتونی با هر کسی که بخوای ازدواج کنی. بویونگ هم میگه اما کسی که بخواد توی این قصر کار کنه باید یه روح پاک داشته باشه، من نمیتونم با شما بخوابم. جومونگ هم میگه یعنی هر کی تو بویو ازدواج کنه ناپاکه؟ امپراتور و ملکه ناپاکن، همه ناپاکن، پدر و مادر تو هم ناپاکن که با هم ازدواج کردن. بویونگ هم میگه اوه منظورم اون نیست، اصلا ولم کن بذار برم من کار دارم. بعد بویونگ میره و جومونگ دوباره میپره جلوش یه رخ عقابی میگیره و میگه پس من خوشت نمیاد، پس چرا آخرین بار قبول کردی منو ببینی؟ بویونگ هم یهو چشاش 4 تا میشه و میگه آخه آخرین بار شما تهدیدم کردین که سرزده وارد قصر پیشگویی میشین و منم ترسیدم و قبول کردم. خلاصه که جومونگ دستشو میگیره و میبردش. بویونگ هم 2 تا چش داره، 2 تا دیگه قرض میگیره، همجوری 4 چشمی با تعجب نگاش میکنه و زوری مجبور میشه که همراهش بره. حالا همه تو قصرن، جومونگ اونو برده توی اتاق نوشیدنی ها نمیذاره که بره. بویونگ هی اصرار میکنه تو رو خدا بذار برم، لطفا بذارید من برم. جومونگ میگه به شرط میذارم بری، این که هر موقع خواستم بیای به دیدنم، نگران نباش، قصر پیشگویی هم نمیفهم و من یه جایی قرار میذارم که کسی متوجه نشه. تو همین حرفا بودن که یه سربازا میرسن و جومونگ دست بویونگو میگیره و میبره پشت یه چند تا قفسه که کسی اونا رو نبینه و سربازا هم میان اون تو میبینن کسی نیست، درو میبندن و میرن. بعد جومونگ همینجوری با خیال راحت میره درو باز بکنه، بگه خب حالا دیگه میتونی بری، که اون میبینه در بسته است. بعد بویونگ هم یه وای والا چیکار کنم بدبخت شدم. جومونگ هم خیلی پرو بهش میگه که چی اگه تو زودتر به من قول داده بودی که من زودتر میذاشتم برم، دوتا اونجا گیر نمیافتادیم، منم بدبخت شدم. بعد بویونگ هم میشینه گریه میکنه، میگه بابا من ازت متنفرم، بکشم بیرون. خلاصه جشن تموم میشه، یونگ پو میره میکرد و میبینه که جومونگ اینجا خوابیده، یه دخترم اینجا بغلش خوابیده و جومونگو بیدار میکنه و بهش میگه که حماقت بدی کردی عزیزم و میدوه میره همچیزا به امپراتور میگه. و کلا توی سریال تا اونجا که دیدیم همه اینجا حذف شده بود غیر اونجایی که جومونگ خواب بوده و کلا ارتباطش با بویونگ توی سریال حذف شده بود و ما هیچ وقت نفهمیدیم که این جومونگ به چه دلیل اون موقع اونجا بوده و اصلا شخصیت بویونگ. و وقتی ما تو سریال دیدیم که جومونگ از قصر اخراج شده بود و بویونگ هم میگفتن که به علت یه خطای نابخشودنی از قصر اخراج شده بود، ولی علت خطای بویونگ این بود که با شاهزاده توی یه همچین مکانی بود و سر همین از قصر اخراج شده. خب دوستان این بود پایان پارت اول سانسوریای سریال افسانه جومونگ. امیدوارم که از پارت اول خوشتون اومده باشه و اگه خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنین، نظر چی داشتین توی کامنت حتما برام بنویسین، همشون رو میخونم. و مرسی که تا پایان ویدیو هم همراه بودین و وقت ارزشمندتون رو برای این ویدیو گذاشتین. اگه هنوز سابسکرایب چنل نشدین چنل حتما سابسکرایب کنین، یک تابی تو ویدیو بخورین، حتما خوشتون میاد سابسکرایب میکنین و زنگوله روی آل بذارین. بچا توی کتاب هنر و زندگی پیکاسو یه جمله خیلی بی‌نظیره که نصیحتی باشه برای هممون. اون جمله میگه وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهانشون باشی اونا چاره‌ای ندارن جز اینکه خوردت کنن تا برایشون اندازه شوی. پس مراقب معاشرت‌هایت باش. خیلی مراقب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.